ناموسمون دو پول شد. سرمون رو خم کردی. گوش کن دادرکم، من به او باور کردم، فریب خوردم جانی اپا. دیگر تو بر این اپا ندارم. جمیله جمیله کار کردی آمد. جمیله آقای دکتر چی شد دیلو؟ جمیله رو پروندن. زودتر آقای دکتر، شاید نجات داده توانه. زود چیزهای لازمی رو گرفته بیا. اینجا بیا پسرم. آرام شو. چی اجازه ده. رویش محکم کنید. دختری بدبخت سرسختم. چی بدبختی بود؟ بعد مایت رو برداشتن لازم. این خیلی ممکن نیست. بعد تو ما رو نمیشنوی. دختر همین خیلی در بین میموند. از من همین قدر بابا ابراهیم، همین قدر. از این زیادش را نخواهید. و شما گپ زدن آسان است بابا. یک بچه براست نگاه کنید. مردم را ببینید. همه مقابل ما برآمدند. مادر بس دیگر به کار ما دخالت نکنید. بابا التماس روم شوید. چی گپ زده ایستاده ای؟ و سر از بلا میاری. تو آن تجاوزکار را پنهان کردی. در کجا پنهان کردی؟ آروم شوید التماس. من گفتنیم که بین حادثه یگان دخل ندارم. شما این رو فهمیدم میتوانید یا نه؟ ما کودک نیستیم که فریب مان دهی. چی ما شما را نمیدانیم؟ همه تون یک رزیلان نابکاران. رشید آرام شوید. رشید
سرده او را. حیف شد. چرا با من خیلی معامله میکنن؟ من چی بدی کردم؟ دوستی اوزان هستید و باز چی؟ گبزن؟ دکتر هستید. خیر چی گفتن میخواهی؟ همه دکترانی به اینجا اومده این آدمان رو رنجوندن. یکیش در وقت دشواری پرتاب طرف، دیگرش فریبگری کرد. واقعی اوزان رو میدونید. یعنی همشون خیانت کردند. اگر با هر یک طبیب چنین معامله کنند البته اونها اینجا رو ترک میکنند. بله همین خیل. شما حق هستید. جای حیرت نیست. شما با اینجا با نیت بد ناومده اید و پس از برگشتنتون کسی از پستون شما رو لعنت نمیخوند. اصلا به این حق هم ندارند. چرا از شما خفه شوند؟ چرا آقای دکتر؟ تا اومدن دکتر جمیله الکی مرده به پدر. بیناموز به جزا نمیماند. کوزه کبیده البته میشکند. اوه خوش آمدید بابای رحیم. از حادثه خبرداری رئیس؟ ها بیچاره جمیله حیف شد. احمد گریخته است. او را یافته به پلیس سپردن لازم. و پلیس زن از جنایت خبر ده. تا آمدن پلیس احمد را یافت. البته بابا ابراهیم، وظیفه ما هم در اینجا همین است. تا از حکومت آمدن کس ما در اینجا حکومتیم. همین طور نه؟ نمیدونم شهباز. کودک را یافتن لازم. تو هم میدونی که کودک را در این حال نمیگذارم. آدمانی که به معاشره افتادن وضعیت ماتیج است. کودک حیف می شود. من به نقطه طبی می روم. یگون خواهش دارید؟ به خونه آقای حمید رفته است ولی به ما خبر گیر. مایلش خبر می گیرم. ها شما از اینجا نبروید. این دیه برای شما خطرناک است. تشکر. از این همه بیسر و سامانی فراموش کردیم. شما گرسنه هستید؟ با خود کمی توشه داشتم تمام شد. اگر یگون چیز می بود خوب می شد. البته اگر زحمت نشود. با عمر خوردنی می فرستم. تشکر زیاد. ما او را مجبور میکنیم که به گپ درآید. حالا ایست و رشید، در این روزی روشن نمیتوانیم. بله راست میگوید، انتظار میشویم. تاریکی را انتظار میشویم. انتظار شو دکتر جان. در حیاتم این خیلش را یکمین بار میبینم. و حیوانی بیچاره چی شده است؟ این کار حقدار هاست. حقدارا؟ بله. فهمیدم که گاو را فروختنیم. پولی حقشون را نیابیم گفته به گاو زهر دادن تا برفین را گرفته برند. چه؟ زهر دادن؟ نفهمیده حکم نبرار دخترم. آیا خود به خود گاو تلف نیابد بابا ابراهیم؟ اکنون آنو فردا آمده ما رو گرفته میبره. میمورم و زنی را پیدا میشمم. دخترم برفین، در حال خودت را عذاب نده. اگر تلف حیوان کار حقداران باشد این ظلم به جزا نمیماند. اول سبب تلف یافتن گاو را فهمیدن لازم. بابا ابراهیم، السلام علیکم. السلام علیکم بابا ابراهیم. و علیکم السلام. تو به درون درو. برادرها واسه موضوع بیایید. خوب شد که شما هم اینجایید بابا ابراهیم. این کار را در یک جایگی حل میکنیم. گپ را دراز نمیکنیم. سبب آمدنمان را شما خوب میدانید. زلال پول تیار است؟ از ما مهلت پرسیدید، راضی شدیم بابا ابراهیم. اگر پول ندارید برای بردن برفین حق داریم. زلال برای پرداخت حقتون باید گاوش را میفروخت.
میدونم. لیکن گاو یک بار مرد. معلوم که اجالش رسیده است. زلال میگوید که گاو را شما زهر داده اید. چی ها گفته استاده اید؟ چرا ما گاو را میکشتیم؟ سببش معلوم نیست. برای برفین البته. با خدا که همه این دروغ است. ما گاو را نکشته ایم. اگر زلال خانم حق باشد چی؟ اثبات کند. راست بگویی برادر حامی، اثبات لازم. از این سبب هر دوی طرف انتظار بشوید. چرا انتظار شویم؟ یک بیتار جمع میزنیم، گاو را میبیند. تا آمدن بیتار چند روز میگذرد. بگذار، برای حق به حقدار رسیدن بیتار را انتظار میشوید. حق به حقدار میرسد. انتظار میشویم. کیست در آنجا؟ کیست در آنجا؟ مادر جان من در اینجایم. مادر جان من در اینجایم. بیایید مادر جان. مادر جان در اینجایم. بیایید. دکتر و بیرون برا میگویم. بیرون برا گفتیم. برا بیناموس. به این کار جواب میدونی. برا تو در همین خانه ای. برا برا و بیرون برا. از خانه برا گفتیم دکتر. و بیرون برا میگویم. دکتر اگر برا باشی برا میگویم. برا زنده و زینه نامرد بیناموس. از خانه برا. دکتر فرسودی مگم. نامرد و بیرون برا. پسر برا میگویم. پسرم جونم پسرم وای بیناموس را بمانده. بهوده از من گمان برید. در کجا بودنش رو نمیدونم. استاد را پنهان نکن. او را بمانده دکتر. چند بار به شما گویم در کجا بودن او زن را نمیدونم. باور کنید دروغ نمیگویم. این را بینید ها؟ حالا هم سرکشی دارد. راهی گریز نداری دکتر. یا آن بیناموس را به ما میدهی یا اینکه به جای او تو جزا میگیری. رشید خودش چی گپ؟ از او چی میخواهید؟ شما عیب را نمیدانید. عیب است عیب. میدونید که این کاری کردتان چیست او با چیست؟
زود از اینجا روید. زود روید. رفتیم. تشکر زیاد. در این دیه تو را نمیخواهم پسرم. صبح از حالی بیمار خبر گرفته. بعد از دیه بر اومده میروم. پسرکم، پسر جانم. پسر جانم. مادر جان، در اینجا چی کار میکنین مادر جان؟ هیچ چیز، خوابم نمیبرد. باز خواب دیدید مادر جان؟ در خوابتون گپ زدید. براتم در خطر است، براتم در خطر است گفتید. برات میگریست برفین. از من یاری میخواست. مادر جان، چی ها میگویید؟ از مردن برادرم چند سال گذشت. تمامی هستیم. همین کودک است. گریزم برادرم، از اینجا بریدون. از دعوای خون نجاتش دهید. و یگانیت خانه سپارید. فقط نجات یابد. مادر، چرا خاموشی؟ مرده است. من تنها خواب دیدم. چوپانه را گرفت یاردا. چیها میگویی سعید؟ من از تو دیده چوپان خوب هستم. میخوایی مسابقه برپا کنه؟ هرچه که گوسفند رو آب ننوشانیده با آن طرف گذرانه وای چوپان بهتری. راضیم. اول به گوسفندان نمک میدیم که خوب تشنه شوند. ما راضی. کنی بچه ها زود رفت نمک بیاره. زود. چه مسابقه نشود؟ بله دوستان مسابقه میکنه. وقتی بلند شدن حرارتش بالا دکتر همراه خوراک شام نمیخوری؟ تشکر زیاد. امروز از اینجا میروم. علی چی میشود؟ دیلو خبر گرفته میستد. شما تنها در وقتش دادن دارو رو فراموش نکنید. مایلش؟ خوب سلامت باشی. تشکر زیاد. پناهت به خدا. سلامت باشی. خیر اپا جان. خیر. مسابقه
مغل نکنید. گلی یک چای بیار. خوب. تو سر کنالدو مکافات رانی کدر چوپان ها؟ نه شما گویت آقا. مغلوب هم گوسفند و هم چوپانی غالب آمده رو در پشتش به آن طرف میگذراند. من راضی هستم. من هم راضی هستم. و پس سر کنید برای بگاره. اول دو سر کن. دیدید برادرها آن همیشه. آفرین آلدو آفرین. سعید اکنون نوبت توست. کنی هنرت را نشان ده. کنی سعید آفرین. دیدید نوشید. فرمان سعید همه شرمنده نکنید. باز کناشون چوپانی خود بگوید. خداوند خود از گناههای جمیله را ببخشد. آمین. با گپ دادن این کارو حال نمیشود سعید. والی برادر بردار این بینه دا بیار آفرین سعید آفرین. دیدی سعید گوسفند را گذرانیدی. اکنون نوبت من است سعید. بیا دوستان بیا جورا جان. دیدی سعید بیا گوسفند را گذرانیدی. نوبتی صاحبی گوسفند انا حمیدم سعید. کنی چیز راحت و پیش سب خوبی گوسفند هم نمید از اینجا. میروید؟ بله. راهتون دراز است. در راه گرسنه نمانید گفتم. برای همش تشکری زیاد. من هیچ کاری نکردم. خوش بیمان. دیلو لبای به خونه همون زنگ زدنی بودم. در ده تلفن است؟ در خانه رئیس است. از اونجا میتوانید زنگ زنید. تشکر. اینها پشتیبانی جمیله بودند. مرد
دهش را کسی صاحبی نکرد. بابا ابراهیم با زیلال گراندند. دیگر همه روی گردانیده رفتند. جمیله در بین ماند. بیچاره دختر حیف شد. حیف شد؟ چه خیلی حیف شد؟ برای کاری کردهش جزایش را گرفت. چی آن کودک در اینجا می ایستد؟ او که ها گریخته رفته است. به من عقل یاب ندهید تا آمدنی پلیس آن کودک را یابید. در دهه یگان جای ناکافته امان نماند. خدایا اما که یوسف باز یک بار دیگر رفته کابید. از برای خدا در اینجا نیستید. همه جو را کفتیم رئیس، باز چیکار کنیم؟ روید کابید، آخه روید او را یابید. چرا ایستاده اید؟ روید کابید از برای خدا. چرا ایستاده اید؟ از برای خدا. بخیر است دکتر؟ پیش از رفتنم میخواستم به خانه زنگ زنم. زنگ میزنی؟ پولش رو میدیم. درا زنگ زن، چقدر که میخوایی گپ زن. تشکر. تلفن رو بردار. مایلش گوش میکنم. سلام مادر جان. پسرکم طاهر، ما رو خیلی خواطر کردی پسرکم. با من ده. الو طاهر. مادر. در کجا هستی پسرم؟ ما رو خیلی خواطر کردی. در اینجا تلفنی موبیلی کار نمیکنه چون که برق نیست. چه؟ حالا هم مگر این خیلی جایها هست؟ من در سمت جنوب و شرق. جنوب و شرق؟ بله پدر. در دههایی که دوستم اوزن کار میکرد. دههای آبی کلان. دههای آبی کلان؟ چی؟ چی؟ در آنجا چیکار میکنی پسرم؟ آن جایها خطرناک است. خواطر نشوید پدر، من خوبم. خوبم. طاهر. الو. من میویم پدر، من رو میشنوید؟ الو، من رو میشنوید؟ خودت را عذاب نده. کی ساز شدنش معلوم نیست. خدایا. چی شد مصطفی؟ قطع شد. طاهر در آن دهه چی میکند؟ من از کجا دانم؟ من از دوستم میروم گفته از خانه برآمد. و کجا رفتنش رو نگفت. اگر با هم روبرو شوند، اگر مادرش او را شناسد، میفهمی چی میشود؟ نه، بهترش من با آن ده میروم. چی ها میگویی مصطفی؟ ما طاهر رو در طفلیش گرفته بودیم. زیلال روی او رو در خاطر ندارد. در آخرین عکسی که به مادرش فرستاده بودیم اون 9 ساله بود. شناختنش غیر امکان است. اما اگر تو روی، زیلال تو رو در حال میشناسد. پسرش را طلب میکند. انا آن وقت ابدا جدا میشویم. من با این جدایی طاقت کرده نمیتوانم. حالا هم نرفته ای پسرم؟ حاضر برای میبرم. برای همش تشکر. سلامت باشی پسرم. مادر جان. خانم دخترم چی شد؟ فشار پس شده است. در اونجا خوابوندن لازم. خانه انا در آنجا. خواهرم کمک کنید زودتر. آپای دیلو 2 روز از که شکمش درد میکند. پسر من هم از خانه نبرآمد است که شمال خورد. چرا بیمار شده است؟ آپای دیلو قبل هم با اینو چی شده است؟ من نمیدونم، دکتر نیستم. شاید شمال خورده باشند. به یگان جا نروید، من زود میویم. کمی بهتر شدید؟ بله. این نتیجه خستگی از حد زیاد. امروز استراحت کنید، فردا انشالله خوب میشوید. تشکر پسرم، خدا از تو راضی باشد. سلامت باشید. خیر دختر. راهی سفید پسرم. ها دکتر، در راه با دقت باش. مثلا یگان بلای نآید. این جاها برای بیگانه ها خطرناک است. اولها این خیل نبود، اما از کجای رازن ها پیدا شدند. برای زیبا سایه افتید، روزمان را سیاه کردند. حتی آمده مردم دیه را عذاب میدهند. سلامت باشید بابا ابراهیم. من شما رو فهمیدم. خواطر نشوید. دخترم زلال، تو
مغزت دم گیر. من به نزد رئیس رفته به بیتار زنگ میزنم. دختر خیر خیر. آقای دکتر چی شد دیلو؟ آقای دکتر با کمکتون احتیاج دارم. بخیر است یاشار؟ به سلام و کلام میگذاری؟ چی شد؟ گاوی زلال رو نخریدی؟ بگه پد نایستادی؟ قسم به خدا چیزی میگوید حق است بابا ابراهیم، اما باور کنید. کنی گبزن؟ چی واقعه شد؟ باور کنید نتوانستم. رافع به من فشار آورد. مرا مجبور کرد. این خلگوی احتیاجی به بیتار زنگ زدن هم نماند. ای خدا جان، افه دیلو با کجا رفت؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ نرس با کودکم. ای دست نرسان. افه دیلو، ما کودکانم رو به شما سپردیم. این دکتر به ما لازم نیست. گوش کنید مرا. چرا شما نمیفهمید؟ آخر یگان علاج کنید افه دیلو. من دکتر نیستم. یگان کار کردن نمیتوانم. اگر زنده ماندن کودکانتون رو خواهید مجبوره که به او باور کنید. گوش کن دکتر، اگر به کودکانمون یگان چی شود تو رو زنده نمیمونیم، فهمیدی؟ بار دیگر حرارتشان رو بسنج دیلو. نشانه های بیماری رو بگوی. قلکنی، شکم درد، وزنینی. همه رو به بیرون برار. کنی همه به بیرون. تو زلال خانم را در وضع ناگوار گذاشته از آن استفاده کردن خواستی. کنی گبزن؟ تو با این حق داشتی؟ بابا ابراهیم من تنها خاموش رافع. انا یشهر هم در همین جاست. این دروغ است بابا ابراهیم، دروغ است. گاو را کدامتان زهر دادید؟ به خدا من زهر ندادم. من از این کار خبر نداشتم. داشتی. از اول نیتی تو به جای خونبها برفین را گرفتن بود. برفین را گرفتن میخواهم، اما من گاو را زهر ندادم. خطا کرده دکا. چه خیل خطا؟ چرا همه را به سر من بار میکنید؟ خودتان را به هم من شرمنده کردید. کاری شدگی شده است حمید. بعد این چیکار کردم را میدانی؟ میدونم بابا ابراهیم، میدونم. در این خیل وضعیت خونبه های این ماه را گرفته حساب میکنیم. با ما اجازت بابا. رای سفید. تو چه کار کردی؟ ای از برای خدا بس کنید که در پیش مردم مرا شرمنده کردی. آیا این نروی مردی؟ من تو را شرمنده نکردم. خیلی شرمنده نکردی. شرمنده نکردم. آقای دکتر باز یک بیمار آوردن. شما در بیرون انتظار شوید. نشانه ها درستند؟ بله آقای دکتر. با این کودک ها چه شده است آقای طاهر؟ سرایت یافتند. ای وای چیکار میکنیم؟ خون رو تشخیص میکنیم. بیماری رو معاین کردن لازم. در دهه یگان بیماری دیگر هست؟ باز یک کودک هست اما پدرش نمیآورد. چرا نمیآورند؟ به نزد خاله مریم برده است. به نزد کی؟ خاله مریم. مردم اساسا به نزد او میروند. یک زن طبیب از گیاها دارو تیار میکند.
یک طرفیش چیکار میکنه دخترکی غم میخور زنک چی حد میشود جونی مطمئن خدا جون بکن شیفا بخشه جونی پدر ها چی گپ شد دکتر اومد دکتر برای چه آمده است؟ کودک رو دیدنی اومده. کودک در دستی آدمی باوری ناک است و شما در اینجا هیچ کس محتاج نیست. کنی از اینجا روید زودتر آقای دکتر دخترتان رو معاینه کردن میخواهم. یگان دکتر لازم نیست خاله مریم او را طبابت میکند. بله با خواست خودم طبابت کردم میتوانم. روید یک روی نکنید التماس دخترچه رو دیدنم لازم. خواهش میکنم. تب دارد. چی شکایت دارد؟ خدایا توبه ای برادر تو گپ را نمیفهمی گفتم که کاردار نشو. دل به حضوری تب لرزه دارد. توبه از برای خدا از اینجا رو برادر سرمان را گرنگ نکن تو گپ را نمیفهمی کنی رو دکتر از اینجا رو گفتم رو التماس با من گوش کنید در ده بیماری سیرایتی پهن شده است این بیماری رو با گیاه طبابت کردن نمیشود کودک رو زود به نقطه طبی بردن لازم گفتم که دختری مرا خاله مریم طبابت میکند یگان خیلی دکتر لازم نیست اما او طبابت کردن نمیتواند خب هستی جیان انا این توشه راه باز گروسنه نمونی اما کی رئیس از پلیس گرفتن درست است رفت و بعد رفتم تو چی میخواهی در حبسخانه پوسیده روی من به تو راهی درست را نشان دادنی در آنجا تو را کسی نمییابد رفتیم آنها را انتظار نکنیم نترس آنها تو را نمیرنجونند هیچ گپ نمیشه همش درست میشود اما کی رئیس من میترسم مگر مرد میترسد تو گفتم را کن از گپ آنها نبرا راحت میکنی او را نمیکابند پروا نکنید پیش در راه رو فراموش نکن از گپ آنها نبرا ای بچه بیرق آقای دکتر برای صحت شدن کودکانتان کوشش کرده ایستاده. بیهوده نایستید. به خونه هایتان روید. چی شد دیلو؟ کودک رو گرفته توانستی؟ دو پایش رو به یک موزه انداخته مریم خاله دخترم رو طبابت میکند میگوید. به خدا کودک حیف میشود. از تشخیص خون یگان نتیجه برآمد و کودکان چی شده است؟ به فکرم سرایت شکم روی شدیدی گذرانده. یعنی خیلی خوفناک. بسیار بیماری زود سرایت کننده است. بله زود پهن می شود. این بیماری سبب مرگ حیوان هم شده می تواند. در روزهای نزدیک یگان حیوان مرده بود دیلو؟ برادرم پسرکم
چی میداند که حالا در کجایی و چی کار میکنی؟ خیر است انشالله. مادر کسی در رو میکوبد. کیست؟ منم زیلول خالا. خیریت که دیلو بوده است. شما رو ناراحت نکردم؟ بیا دیلو بیا. تشکر. آقای دکتر گوبتان رو دیدن میخواهند. مرحمت درآید آقای دکتر. ببخشید ناراحت کردیم. گاو رو دیدن میتوانیم؟ اما گاو زرناک شده بود. ما او رو گروندیم. ممکن است آقای رو ببینیم؟ مرحمت. بیایید. گاو رو گور کردیم. دکتر اینجا چیکار میکنه؟ آبی دهانش رو دیده سبب مردنش رو میفهمید. سببش معلوم. حقدارها به گاو زهر دادند. دیلو چراغ رو نزدیکتر بیار. خطا نکردید. واقعا گاو زهرآلود شده است. متاسفانه دیه را سرایت کلان تهدید میکند. حامد لبای یا شیر جوشیده ایستادن. حیوان ها را نترسانید. گاو را من زهر ندادم. گفتم گوش نکردی. کدام گاو را؟ گاو زلال را میگویم. در ده بیماری سرعتی پنج شده است. گاو از بیماری مرده است. این خیلی باشد خونبه ها را میگیریم. رئیس در ده بیماری سرعتی پنج شده. دکتر گفت که این بیماری از حیوان گذشته. چی خیل بیماری؟ پیشکی حکم نبرارید؟ و دکتر جوان است، بی تجربه است. کودکای ما چی خیل مردم است. دکتری بهتر برای ما در کار است. یکون دکتر آوردم در کار است. برفین؟ بیماری سرایتی بوده است کو؟ چی زنی رو پی نشدید؟ یا اینکه خونبه ها رو سپاریدید؟ معلوم که نسپاریدید. مادر دیه جوشیده ایستاده است. همه افت گرفتن این سرایت رو فهمیدن. یعنی حقدارها هم فهمیدن. حاضر به پس در همان میآیم. همه شایده همان دکتر. اوه دکتر خانم را سوزاندی. هیچگاه زنی را پی نمیشم. مگر نگریخته میروم. نزد تو میروم یولمز. گریخته میروم. دیگر چاره ندارم. برفین دخترم، باز یکون به عقلی نکنی. آرام شو. خدا بزرگ است دخترم. یکون چاره میابیم. حق دارو. میدونم در خانه هستی دیلو. نکشید مادر جون. دیگر چاره نداریم دخترم. خدایا کمک کن. شنیدی بیماری سرایتی آمده است. گاوت از بیماری مرده است. هلال از کجا معلوم شد؟ مگر تو خبر نداری؟
تا برفی را نگیریم نمیرویم. شما انصاف دارید یا نه؟ نه، از روی شرط رفتار میکنیم. ما را مجبور نکن. حکای حامد، حکای حامد. ها! شتوبه گوسفندا مرده ایستادن. چی؟ رفتیم. شتوبه. زلال، دختر را آماده کن. خداوندا به ما کمک کن. برفین، 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 برفین. مرد گریه نمیکند. آخر شکمم درد نکند. میگذرد صحت میشوی. آیا هممون ناز میشوه؟ البته. وعده میدیه دمکی دکتر. با نزدیک هممون یک جای فوتبال بازی میکنه. نه بازی نمیکنه. برای چی؟ چون که توپ نداره. توپ رو من میخرم. وعده میدیه دمکی دکتر. البته. دکتر یاریده. دکترم رازم بزیام. زود به درون درو دکتر. هوشیار باش، اگر به دخترم یگان چیز شود تو زنده نمیمانی. وای وای وای. اکای همی دیگرهایشون مرده کشتنگی؟ چی ها میگویی سعید؟ چی خیل میکشیم؟ آنها از بیماری مرده ایستادند. اگر گوشتشان را خوریم ما هم میموریم. هیچ غم نه حامد. اجل نرسد خدا جان را نمیگیرد. به حیوان ها سرایت کرد گفته به ما هم سرایت میکند. کشتن گیره. هیچ نباشه زیان نبینه. تو رفته پرس. شاید یکم چیز میدونه. مایلش خوب شده است. چی شد خانم زلال؟ بخیر است؟ خیلی خیر دکتر. گاو از بیماری مرده است گفتگی. تو از کجا میدونی؟ کنی گبزن به تو کی گفت؟ بعدی گپهای تو حقدارها برای دخترم اومدن. او باشد از خانه گریخت. خانم را سوختی دکتر. خانم را سوختی. زود بیایید آقای دکتر. حالت اون دخترچه خیلی وزنین شد. چشمانت را کشو. کشو چشمانت را. کشو چشمانت را. سوزن دارو تیار است. او علکه مرده است. چی؟ آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر به خدایت. آقای دکتر. در را کشا زلال. در را کشا گفتم. برای گرفتن برفین آمدیم. در را کشا. در را میچکنیم زلال. در را کشا. در را زماده. ما را حمق نکن زلال. ما را سرگردان نکن زلال. دخترم نیست. برفین گریخته است. دروغ نگوی. دختر را پنهان نکن. من پنهان نکردم.
نیست آقا. نیست؟ نیست آقا نیست. دخترت کجاست زلال؟ کجاست دخترت کجاست؟ نیست میگویم. دخترت را به بیرون برار وگرنه حالت بد میشود. حمیدی آرام شوید. خانم زلال درست میگوید. نشو رئیس. تو از کجا میدانی رئیس؟ کزمان گریختنی دختر را با چشم خود دیده است. ها؟ گریختنش از کجا فهمیدی کزمان؟ در دستش بوخچه داشته که همین. کدام طرف رفت؟ به طرف خرسنگی سفید. خرسنگی سفید را گذاشته به دههای همسایه میدراید. دختری به عقل آنجا آدمان خفناکند. کوه را تگ و تار کرده دختر را میابیم. شو با شما صبر جمیل میخواهم. ضعف نشوید آقای دکتر. حیات چند کودک رو نجات دادید. اما اینش رو نجات دادم نتوانستم دیلو. چیکار کردن این آدمان معلوم نیست. مثل دیوانه‌اند. بابایم را گوش نمیکنند. بهتر شما از اینجا روید. من جان او رو میدونم که درد دارد اما از دست دکتر بابا ابراهیم من او رو زنده نمیمونم. آرام شو اتم مرا سر گرد را بدست. زودتر روید. دیگر چاره‌ای ندارید. من چیکار کنم؟ دارو برو دادم گیر. اینجا حتما باید یک دکتر بیارد وگرنه بیماری جون چندی نفر رو میگیره. در پناه خدا باشید. آرام شده گفتم آرام. در چیکار میروم. شنیدید؟ دکتر میرود. راه دهید. قاتل دخترم. خاموش نبودین. آرام شده. باز کنید. باز میگویم بچه ها نروید. خدایا پروردگارم.
تو با من بیا. شما رفته جنگل را کابید. شو! هجم ببره. شو! برفین! برفین! شو! برفین! برفین! شو! بچه ها بس دیگر نآید. ما از اون طرف برویم. پرستیمشون. برفین! برفین! بکو برایت. همه جا را کابید. برفین! برفین! برفینو! بچه ها التماس شما نمیفهمید. وای پایا جان، مادر جان، وای پایا جان، بمیرم، وای پایا گورزت بچه ها اینجا خطرناکه. ایستید. آقا جون حسن را چطور میبریم؟ وای پایا در جایت است. وای پایا التماس برو نجات دهید. آقای دکتر نجات ندهید. آقای دکتر التماس از جایتان نجنبید. وای پایا اینها را هم تبابت کردن. کجا آمدید ما را؟ اونهایم را گرفتید. چند روز از اینجا سردید ما را. و هیچ کجا نمیروی. اینجا کار میکنی. کیست اونجا؟
ایستا! ریختم خواستی ها؟ مرد رفتیم کیستی؟ وای باید امکی دکتر میایم بچه ها شما فقط نجنبید. حسن رو از اینجا چی خیل ببره؟ نمیرم مادر جا نمیرم حسن توقات کن حاضر امکی دکتر تو رو نجات میدهد. نمیرم مادر جا بمیرم مادر جا. احتیاط باشید. خوب شد دستمک جان. در جای پای من قدم گذارید. مایلر بمیرم از پسی من بیارید. مادر جا بمیرم مادر جا این رو گیر. بمیرم مادر جا بمیرم وای پایکا بمیرم مادر جا. بچه ها احتیاط شاید. فهمو در جای قدم های من پا گذارید. خوب شده است. از پسی من بیارید. دیموس مرا ساخته. خواهش میکنم سرده. مرا با کجا میبرید؟ سرده. درا گفتم. از من چی میخواهی؟ دیموس مرا سرده. رفته. دکتر مردن بیمارش را نمیخواهد، اما بر ضد خواست خداوند برآمدن نمیتواند. اول بیلو حسن را بینه. چی شد؟ حالتش وزنین است. در حال جراحی کردن. راه دهید.
چی شد پسرم؟ بابا ابراهیم اما که دکتر من و حسن رو از جای بیندار نجات داده. چرا دختر را کشتن خواستی؟ او جای ما را دید. خبر دادنش ممکن. او را کشتن لازم. مگر یگان چیز گفت؟ اگر تنها نباشد چی؟ بیا سراسیمه نشوی. اول به گپ درآریم. حالش چه خیل است؟ پایش صحت می شود؟ از دستم کاری آمده رو کردم. انشالله صحت می شود. شاید پیشترش بری نشود اما هیچ گپ نیست. تو به خانه رو. شما چی؟ شما چی کار میکنید؟ چند روز است که خواب نکرده اید. تشویش نکش، من خوبم. تو میتوانی روی دیلو. میتوانی روی. خوب. با شما شبی خوش. با تو هم دیلو. از برفین یگون خبری هست دیلو؟ بابایم رفته. یگون خبر نیست. شبی خوش. شبی خوش. انشالله با دختر چیزی نمی شود. تاریکی فرا گرفت. در آن کوه چه کار میکند؟ خوراکی گرگ و درنده ها نشود. دخترم را در پناهت نگاه دار. شاید که دیگر تو را نبینم یلمن. صدق الله علی العظیم. اپات خواب رفتون تو حالا هم نخوابیدی پسرم؟ خواب ندارم بابا جان. برای چی؟ چرا نمیخوابی؟ بعد همون کی معلم میآید من خوندن میخوام. انشالله پسرم. اکاد برای خوندن معلم میشوی. لیکن من دکتر شدن میخوام بابا جان. میشوی پسرم انشالله. انشالله نبیره خوشویتی من. بابا؟ لبای جانم؟ اکام کی مکتبش رو تمام کرده میآید؟ 2 سال دیگر مانده است پسرم. 2 سال پس نبیره من معلم شده و به همه آید.
یه برفین خدایا زود رفته به سلیمه خبر ده. اپایزلو برفین رو دستگیر کرده آوردند. بیایید زودتر بیایید. دستگیر کردند. رفتیم زودتر اپایزلو زودتر زردی برو حالشان خوبتر شده است. اپای دیلو اپای برفین رو دستگیر کرده به دیه آوردن. تو از اینجا دور نشو. دختر را آوردن. ایسته ایسته بگو دختر جون مادر جون منو نجاتید جون نگریزد گفته بستیم زیلا. شما از خدا نمیترسید. کشایید او رو. خوب شده زیلال میکشیم. داد نزنه. ای سلاح را پرتا. برفین سلاح را پرتا. برفین سلاح را پرتا برفین. برفین نکن. برفین برفین دوست میکنم. ای خیلی آکا از آن که با تو خودم باشم و بکنم بهتره. برفین برفین اینجا بیا. اینجا بیا. مادر اینجا بیا. پشتو نبرید. پشتو را گفتم. مجبور بودم و اگر نه خودکشی میکرد. راگرد فکر کردی که اصلا میگرزی. راگرد خاموش. مادر فکر نشوه. مادر جون شما را جشن دیدن ندارم. خاموش داد نزن. کلیز شما نمیشم. خاموش. خاموش. التماس مرا سرده. التجا میکنم. چرا جمع شده؟ جمع شده گفتم. بسیار داد نزن. رفتیم. خاموش. اس دست جوید. سرده مرا. اس گفتم. سرده. اینجا دارم. جای گریز نداری. زنی من میشوی برفین. نمیرم زنی تو نمیشوم.